بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان، سلام بر شما و برنامه میهن من. طوری که شما مشاهده میکنین همین لحظه ما در بندر کلفت ولسوالی قرقین ولایت جوزجان قرار داریم و در اینجا تقاضای مردم هی است که باید این کلفت برای رفت آمد تاجرها این بندر باز شود و تا بتونه که مشکل مردم ولایت جوزجان از این نگاه رفع شود. و ما سفری داریم به خود مرکز ولسوالی با مسئولین و مردم هم گفته شنیدهای داریم که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. و در اینجا که می‌بینید یک تعداد از تاسیساتی که قبلا جور شده بود کاملا تخریب شده و در اینجا آثارش مانده و یک تعداد از تعمیرات هم اینجا موجود است و خواهان از این هستند مردم که باید تعمیرات و این جای جور شود و دوباره به روی تاجرای بندر باز شود. ولسوالی قرقین در 150 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قرار دارد که باشندگان آن مصروف زراعت، مالداری و صنعت قالین بافی می باشند. خرابی سرک‌ها، تخریبات دریای هامو و نبود برق از مشکلات عمده باشندگان این ولسوالی می باشد. صلح و امنیت مطمئن به همت مجاهدین امارت اسلامی و همکاری مردم تامین بوده و مردم خواهان تطبیق پروژه های انکشافی، استحکام سواحل دریای هامو و رفع مشکلاتشان از سوی امارت اسلامی هستند. اسم من محمد ابراهیم فرزند نور محمد. از کجا هستید؟ از ولسوالی قرقین هستیم. چطور است وضعیت امنیتی در ولسوالی قرقین؟ شکر فضل خدا خوب است، خیلی خوب است. بعد از میان آمدن این رژیم خیلی امن شده، خیلی امن شده، بسیار رو به رشد است، رو به ترقی است. انشالله خوب شد. روی پلیس امارت اسلامی که مردم چطور است؟ خوب است، خوب است. اینا شما همکار هستند، هم سنگر هستیم، همه وقت خدمت ما به ما مردم میکنه و کدر هستند. مردم چطور است و کده پلیس امارت اسلامی کده مجاهدین روی مردم چطور است؟ روی مردم هم خوب است. هم اهالی این از پرسنل دولت، از اساکرای دولت این چیتن راضی هستند. نام استاد عبدالنظر قانونی هستم از ولسوالی قرقین ولایت جوزجان. تشکر از شما در دورترین ولسوالی ما خوش آمدید. شکر فضل خدا دمی مردکاری غریبکاری دمی ولسوالی قرقین یک ذره خوب است. مردم مصروفیت زیاد داره، کشتکار ضعیف است، شیرین‌بویه، دکانداری، کل چیزا خوب است. شکر فضل خدا. در امو کس دمی طرف شمالی دمی ولسوالی قرقین خب مردم بیخی زیاد تخریب زیاد کرده ای. زمینای مردم ما خودم ما در این طرف ما زمین داشتیم، خانه داشتیم، 150 خانوالا یک قوم بودیم. از کل یک قوم است، یک قوم بودیم. قریه خود زیاف است، باز زیاف میشه از قریه ایساوی قریه 150 خانوالا بود، کلش تخریب کرده از یک قوم. باز قوم دیگه زیاف است، اما سر تا سر هم شروع میکنه قرقین طرف شرق و غربشه بسیار زیاد کرده. امارت اسلامی، مسئولین امارت اسلامی به خاطر تحکیمات دریای هامو چی میخواین؟ چی باید بکنن؟ ما میخوایم که اینمی کدام اگر دکه کمک کنه، کدام اگر وسایط دیگه باشه بر ما کمک کنه. ما از امارت اسلامی میخوایم که اینمی مشکلات ما حل شود. یک مشکلات داره اینمی سرک عمومی ما خراب است. یک مشکلات ما دیگه ارایت ما دیگه مقصد اینمی برق ما کم داریم. یک دیگه اینمی یک نهر بر ما ضرورت داره، چرا که مردم این طرف دریا گرفته، طرف برآمده، طرف اما جنوب برآمده و ریگ است و مردم در او ریگ خانه جور میکنن، دیگه جور میکنن، دو طرف آب کم است. چرا که یک از مابین مردم محل که یک نهر خوب اگر تیر شود بر مردم خیلی خوب است. اگر امکان داره از امارات اسلامی میخوایم که اینا میره بر ما یک کمک کنه. پلیس امارت اسلامی مجاهدین با مردم هم چطور است؟ شکر فضل خدا اینا در 24 ساعت در خدمت مردم هستند. عبدالمجید جان از کجا هستید شما؟ از همین ولایت، از همین ولسوالی هستم، ولسوالی قرقین ولایت جوزجان. میشه درباره ولسوالی قرقین بگین که شما مصروف چی کار هستید؟ چی کار میکنید شما؟ ما اینجا یک دکاندار هستم.
بله خرید و فروش کار دارم اینجا. چطور از خرید فروش؟ خرید فروش خوب است، فعلا خوب است، راضی هستیم. بله. اموال که شما میارین از کجا میارین؟ از مزار شریف میاریم. جنسی که شما میارین از کدام راه میارین؟ راهی که ما اومدیم راه شما بسیار خراب راه نیست؟ خراب است، از همین راه قرقین از بلخ شوردفر رد میشیم، از اونجا رد میشیم، کلا راه خراب است. حالا یه 5 سال یه بار جغل میاندازن، اونم دیگه باران میشه، دیگه میشه خراب میشه میره. وضعیت امنیتی در ولسوالی قرقین وضعیت از وقتی که امارت اسلامی به پیروزی رسیده؟ خب ما از امارت اسلامی خیلی خوش هستیم، اینجا امنیت 100% پابرجاست، خیلی راضی هستیم. مشکلات عمده ما آمو دریا است، تخریبش خیلی بالاست، ولی هنوز به اینجاها اصلا بازسازی چیزی نشده. چند قبل که تحکیمات دریای آمو صورت گرفته بود کفایت نکرد در اینجا؟ نه این طرفکار کفایت نکرد. خودت منیس یک جوان از مسئولین امارت اسلامی چی میخوایی؟ برای جوانا باید چی کار باید صورت بگیره؟ خب برای جوانا که همین تحصیل است دیگه، باید تحصیل جوانا جدی صورت بگیره. استادایی که خیلی مثلا تحصیل کردند اینا بیایند. کاروبار برای جوانا در ولسوالی قرقین خوب است؟ کاروبار برای شما است؟ خوب است، ولی البته از این طرف دریا یه سری ریشه های بوین میارن اینجا، از اینو میفروشن اینجا میبرن مزار شریف، اونجا میفروشن. کاروبار خیلی بد نیستش، خوب است اینجا الحمدلله. خودت از دیگه جوانان چی میخوایی؟ باید خارج از کشور برن یا در خود افغانستان کار کنن که وطن خود بسازن؟ خب تقاضای ما از جوانایی که خارج کشور هستن این است که بیاین در کشور خود به آبادی خود سهیم باشن، اینجا کار کنن، کشور خود را ترقی بدن. شیر محمد روحانی. از کجا هستی شما؟ از ولایت بلخ شریف که فعلا ما در اینجا مسافر هستیم. چطور شما در ولسوالی قرقین آمدین؟ چی بودید؟ در ولسوالی قرقین که آمدیم به خاطر کاروبار آمدیم برادر، چون که کاروبار در ولایت بلخ شریف ضعیف بود. ما می‌خواستیم که همینجا کاروبار زندگی خود را پیش بریم، مسافر هستیم، برای یک هفته در روز میمونیم، پس می‌خوایم بریم برادر. تنها در ولسوالی قرقین میاین یا دیگه ولسوالی در ولسوالی قرقین هم هستیم، ولسوالی خامیاب هم میریم، دیگه یک بازار کاک داره به اونجا میریم بیادر خان. منتها به گشت هستیم، به یک جای نیستیم برادر. چی خرید فروش میکنید؟ ما از طریق دوای اینونی خرید فروش میکنم، از ولایت بلخ شریف میارم اینجا به فروش میریم برادر. چطور دیدین مردم ولسوالی قرقین از رویش تو بود که مردم شما خود دیدین بسیار چطور هستن؟ این مردم بسیار خوب مردم است، مهمان نواز هستند، با واقعیت که مردم خوب هستند، از اینا ما خیلی خوش هستیم. اما ما همه قدر یک تقاضا میکنیم از دولت خود که امیرهای مردم باید جدا امیر جور کنن و دیگه خدا کنه سری مردم قرقین بد نخوره. ما مردم مسافر هستیم، جای تفریحگاه داریم. ما خواهشمند هستیم که از ولسوال از شاروال تا ولسوال که امیر یک تفریحگاه صحیح جور کنه که اون نفر بیاد امیر مثلا سعی کند از امید یک نام نیک ببرد که بگه که در ولسوالی قرقین یقینا یک چوک خوب داره، یک مردم خوب امیر نگاه میکنه. امنیتش چطور یافتین؟ از نگاه امنیتش پس خدا بسیار خوب است، دیگه محافظینش خوب است برادر قنیم. البته همین مردم خوب است که ما در مقابلشون همینجا هستیم، تا هنوز کام بدیم کس از ما تو نگفته که تو چه کار هستی چه کار نیستی. ما از این مردم بسیار راضی هستیم. کسی که از اینجا تا مزار میرد، از مزار مثلا اینجا میاد تا خامیاب میخواد برود، بسیار جدی تو سرک خراب است. شخصا یک مریضی که باشد تا ولایت مزار شریف یا تا مثلا تا شبرخان رسیده نمیتونه برادر قنیم، چون که سرک خراب است. مریض اگر نمرم شاید موتر از بین ببرشه. ما به قدر میگیم که باعث یک امی مردم خواهشمند است که همین سرک این مردم جور شد که در آیندهش این مردم یک دعای نیک با ولسوال صاحب با والی صاحب بکنن. اسم من عبداللطیف است، تخلصم پیمان. ما مشکلاتی داریم از قبیل سرک، نبود برق و تخریبات دریای آمو می باشد. ما از دولت تقاضا داریم، بالخصوص شما که شاید دیده باشین در که آمدین، خیلی مردم ما بالخصوص دریوران ما با مشکلات برمیخورن. مثلا ما میشه مثلا ایده مثلا میوه تر او بسیار در وقت کم خراب میشنی، از او خاطر ما از قبیل خراب بودن سرک مثلا در مثلا ترکاری و میوه ها خراب میشه، از او خاطر خیلی تجارای ما از این چیز خساره میبینن. از دولت تقاضا داریم مثلا نهادهای خارجی میشه یا یگان مؤسسات که میشه بیاین و از منطقه ما کورسا را اعمار کنن. متاسفانه قبلا هم گفتیم که ولسوالی ما ولسوالی دور افتاده است، از او خاطر مثلا مردم ما بالخصوص از شبکه‌های مجازی مثلا تلویزیون و رادیو از دور بودن چیز واقعیت دور ماندن.
از 10 سال به این طرف خیلی علاقمند شدن به سپورت و به میدان ورزشی. بالخصوص ما از مؤسسات خارجی تقاضا داریم مثلا میدان ورزشی بر ما اعمار کنه. جوانا خیلی مثلا ایده از جوانا بود مثلا در جنگ‌های گذشته مهاجر شده بودن رفته بودن طرفای پاکستان و این طرف و آن طرف، بالاخره اونجا رفتن دیگه مثلا ایده از ورزش هاست مثلا کرکت است، والیبال است و فوتبال است و یاد گرفتن. حالا آمدن دیگه در اینجا میدان نیست. ما از دولت تقاضا داریم در اعمار رو کمک کنه. از مسئولین امارت اسلامی ما می‌خواهیم بالخصوص در ترمیم شهر ما خیلی توجه داشته باشند و در پهلوی آن خود شما هم شاهد هستیم که مشکلات سرک داریم. بادای موسمی که هر سال میشه و مثلا ریگ میاد سر سرک مردم را به مشکل روبرو میکنه. و یک مشکل دیگه هم داریم، مشکل برق است. مثلا کشور ما افغانستان دیگه بالخصوص ولسوالی ما همسایه با کشور ترکمنستان است. شاید ترکمنستان آماده به برق دادن به ولسوالی های قرقین و خماب باشه. ما از دولت تقاضا داریم در این باره با کشور ترکمنستان در ارتباط باشه و به ولسوالی ما و به ولسوالی خماب و قرقین برق بیاره. و نیز یک مشکلات عمده هم داریم، تخریبات دریای آمو است. مثلا سالانه بالخصوص در فصل‌های تابستان آب که زیاد میاد، آبخیزی طغیان دریای آمو مردم با مشکلات روبرو میکنه. از او خاطر ما خواهشمندیم درباره تخریبات دریای آمو هم اقدام کنه دولت ما. مولوی محمد نظر معاون ولسوالی قرقین در رابطه با دستاوردها و مشکلات مردم در ولسوالی قرقین چنین میگوید: ولسوالی قرقین یکی از دوردست‌ترین ولسوالی‌های ولایت جوزجان است. در سالهای گذشته هم به سرک این ولسوالی توجه صورت نگرفته. باز هم حال هیچ توجه سرک ما توجه صورت نگرفته. مشکلات سرک خود شما به چشم خود دیده باشین. الحمدلله از لحاظ امنیتی ولسوالی قرقین الحمدلله 100% آرام امنیت است. هیچ مشکلی درباره امنیت وجود ندارد. اما مشکلات های زیادی است که کمبود معلم، کمبود مکتب و دیگر آبیزی هایی که صورت میگیره، مردم از این متضرر میشه. تخریبات دریای آمو است که همه ساله از زمین های زراعتی ما را، خانه های مسکونی مردم خراب میکنه، میبره به تومه دریا میبره. دیگر مشکلات های اقتصادی که مردم ما اینجا بیکاری زیاد است، از طرف اقتصاد مردم به مشکلات زیاد مواجه است. دیگر شفاخانه است. اینجا شفاخانه ما هم به نفوس ما به مقدار نفوس ما این شفاخانه هم خرد است. باید شفاخانه ما مجهز شود، دکترای مجهز بیاید. الحمدلله اینجا مامورین دولتی تمامش ادارهش در وقت رسمیت اینجا باز است، به مشکلات مردم رسیدگی میکنه. هر وقت مردم به قدر ضرورت یا هر وقت مردم به اینجا مراجعه میکنه مشکلاتش از طرف مامورین حل میشه. مشکلات سرحدی ما اینطور است که ولسوالی قرقین زمینش زیاد بود، لیکن دریا تخریب کرده اوسن برده طرف ترکمنستان برده. زمین های زراعتی، خانه های مسکونی تقریبا 5-6 کیلومتر برده باشه. باید در این عرصه وزارت های مربوطه در این عرصه به مشکلات مردم ولسوالی قرقین توجه بکنه. خواهش ما از وزارت های مربوطه، از ادارات مربوطه این است که مشکلاتی که در ولسوالی قرقین از طرف سرحد، از طرف تخریبات آمو وجود داره باید توجه بکنه. محمد صالح معاون اداری قماندانی امنیه ولسوالی قرقین میگوید امنیت مطمئن به همت مجاهدین امارت اسلامی و همکاری مردم تامین بوده و مردم بدون تشویش مصرف کاروبارشان هستند. ولسوالی قرقین ولایت جوزجان یکی از ولسوالی های دور افتاده و عقب مانده ولایت جوزجان است که ما مشکلات های زیادی را به خاطر دور بودن، به خاطر عقب مانده انکشاف خیلی زیاد داریم. باز هم به فضل خداوند با کوشش پلیس امارت اسلامی ولسوالی قرقین امنیت 100% شبانه روز تامین است. هیچ کدام مشکلی از قبیل امنیت در این ولسوالی ما نداریم. رویه مردم قسمی که قبلا در زمان جهاد، در زمانی که قبل از فتوحات خیلی خوب بود، مردم حتی اکمال میکردن مجاهدین، مثل اما حالی هم جریان داره. مردم خیلی به همراه دولت، به همراه پلیس ولسوالی قرقین خیلی خوب هستند. اینا شبانه روز همکار هستند
و هر همکاری که اینا از دستشان می آمد به پلیس ولسوالی قرقین کمک میکنند. روش پلیس قماندانی امنیتی ولسوالی قرقین با مردم خیلی خوب است که شبانه روز در خدمت مردم قرار دارند. هر خدمتی که مطابق قانون امارت اسلامی یا مطابق شریعت اسلامی باشه پلیس همکار هستند. یعنی دروازه قماندانی امنیتی ولسوالی قرقین به مردم شبانه روز در اینجا باز است. هر کسی که در اینجا مراجعه میکنن حد توان مشکل اونا را قماندانی امنیتی ولسوالی قرقین رفع میکنن و دلسوز همین مردم هستند. بعد از فتوحات امارت اسلامی به فضل خداوند در ولسوالی قرقین عموما در نقاط ولسوالی قرقینی جرایم که از قبیل دزدی باشه، قتل باشه یا چپاولگری باشه یا زورمندی باشه ما نداریم. صفر رسیدن، چرا که امارت اسلامی عموما کارمندای امارت اسلامی بالخصوص کارمندای ولسوالی قرقین طرفدار دزدی و چپاولگری و زورمندی نیستند. به حد توان ما کوشش میکنیم که انشالله در آینده هم جلوی جرایم جنایی را بگیریم. پلیس ولسوالی قرقین به خاطر انکشاف ولسوالی قرقین کارهای عامل منفعه که در اینجا جریان می داشت یا مردم تقاضا میکنه با اونام همکار هستیم. در کارهای اجتماعی مانند حفر و ایجاد یک نهر عمومی است که به فضل خداوند به یاری خداوند ما تانستیم که به همکاری به سهمگیری مردم یک 27 کیلومتر طول داره. همین نهر ما از شروع قریه شورتفه امتداد پیدا میکنه تا آخر قرقینه دوام داره. به سهمگیری مردم به یاری خداوند ما میره بعد از فتوحات تانستیم که امیره حفر کنیم و ایجاد کنیم. اکنون آب دریای آمو جریان داره. جایی که آبشان تلخ بود، شور بود، اونجا چشمه هایشان از برکت همون نهر شیرین شدن. و بازم از مردم ولسوالی قرقین تقاضا داریم مثل فعلا که با پلیس ولسوالی قرقین همکاری میکنن، همکار هستند. بازم در آینده ها میخواهیم که با پلیس همکار باشند به خاطر تأمین امنیت کشور خود سهم فعالانه داشته باشند. ایرا مسئولین امارت اسلامی ولسوالی قرقین ولسواز صاحبشان بودن، قماندان صاحبشان مردم تشویق کردند که اما تو قبلا تقاضا میکردن لیکن کسی همکاری نمیکرد با اونا. باز وقتی که محاسن سپیدای قریجات جمع شدن آمدن گفتن که ما تو یک نهر میخواهیم. باز ولسواز صاحب، قماندان صاحب، آمر صاحب استخبارات، عموم مسئولین ادارات ولسوالی قرقین به خواهش محاسن سپیدا لبیک گفتن، مردم تشویق کردن، انسجام کردن، هماهنگ کردن. باز با سهمگیری به بودجه از جمع‌آوری بودجه مردم که خودشان جمع‌آوری کرده بودن افتخار به ما بخشیدن. هموطنان عزیز، این بود برنامه محل من از ولسوالی قرقین ولایت جوزجان که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی هر یک شما را به الله پاک می سپاریم.